اما میگن پسرها بدند. خواهرم، پسرها لختک ندارند، درد دل کردن و حرف زدن نمیتوانند. نگاه کن، وقتی عصبی میشوند فقط میتوانند اسباب بازی هایشون رو یک طرف پرتایند. پسرها حتی اشک هم نمیریزند. آخر میترسند که مرد بودنشان زیر سؤال برود. میشنوی؟ از صدای گریه هایشان هم میصدا است. با یک آغوش میشود دل هر مردی را ساده به دست آورد. نگاهش کن، وقتی خسته است، وقتی بیمار است ولی دلسوزی برایش نیست. پدرت وقتی مادرت نیست ببین که چقدر پیر است.